خداوند روزی از حضرت عزراییل علیه السلام پرسید: آیا تا به حال در وقت جان کسی را گرفتن گریه کرده ای؟ عزراییل علیه السلام جواب داد: یک بار خندیده ام، یک بار گریه کرده و یک بار دیگر ترسیده ام. خنده ام زمانی بود که با امر تو مردی را باید جانش را می ستانیدم و او را نزد دکان کفش دوزی پیدا نمودم. آن مرد به کفش دوز می گفت که کفشم را طرزی دوز که یک سال دیگر آن را پوشیده توانم. و من به حالش خندیدم و جانش را با امر تو قبض نمودم. گریه ام زمانی بود که به من دستور داده تا جان زنی را گیرم که در بیابان تفسان بی آب و درخت بود و هم در حالت تولد کردن طفل بود. و من با امر تو جانش را در حالت تولد کردنش قبض نمودم و به حال طفلک نوزاد گریه کردم. ترسم زمانی بود که جان مردی فقیه و عالم را باید می ستانیدم و هرچند که به منزلش نزدیک می شدم نورش بیشتر می گشت. و زمانی که جانش را گرفتم از درخشش چهرهش ترسیدم و وحشت زده گشتم. در این هنگام خداوند به عزراییل عرض کرد: ای عزراییل، میدانی آن عالم نورانی کی بود؟ او همان نوزادی هست که جان مادرش را در صحرای تفسان گرفته بوده و آن نوزاد تنها در صحرا مانده بود. من مسئولیت آن طفل نوزاد را به عهده داشتم. ای عزراییل، هرگز گمان نکن که به وجود من موجودی در این عالم به سرپناه بماند.